دوران عزیز سلام علیکم. 14 اپریل سال 2025 قرار دارم در محله پالوسی ناحیه بابوجان غفوروی ولایت سوخت با شما نوار اویدی بادام پروری نشون میدم. بادام هایشون از گل فرو آمدن. من حاضر من این بادام ها هست. من گلاش نو تازه شده ایستاده است. بادام امسال هم خیلی نغز دارد. من ببینید میوهش رو ما از این بادام ها میبیاریم. این بادام ها رو من پرسیدم همین بادام ها چی نموده است. نامش رو ندانستن و گفتن کیلوش 110 سومانی در بازار. ممکن اینا 70 سوم میتن 80 سوم اپتو 110 میگیرد. اوه بچه خدا با شکر یک جهان تشکر. اپتو 110 سومانی که سپارت بادام هم دوران عزیز. بادام پروری هم یک از ساحه سیر درآمد میباشد. من ببینید اینا ببینید نبینید چقدر بسیار بستگی ها. ولی این کلانتر شود کو همینجا پور بادام نمایان میشد. درست میگه کلانتر شود. این روز نو اول بهار روز اپریل ولی استاد اگر مای ایون شود اگر این کلان شود اگر اینجا بعد نمایان نغز میشد. هم دوران عزیز همینجا چند هکتار که یک هکتار بادام اگر هر یک تاش 10 کیلویی میتاد می 5 کیلویی تو 40 کیلو میتاد خوشکشه. هم دوران عزیز یک بادام که تو 40 کیلو تیاد این اگر 4000 دونه تیاد اگر این بهترین بیزنس. بید ما 40 کیلو نمیگیریم. بید ما 10 کیلو میگیریم. 1000 سومون یک تاش اگر تیاد یک درخت شما 1000 سومون تیاد 1000 سومون 1000 درخت داشته باشید میلیون سومونی تنها و تنها ذاتی بهترینش رو شما شنونید. هر ذاتی که در کوچه هست وای ذات رو نشنونید چون که شما مهنت میکنید عمرتون میرود باید پول کار کنید. اینو ببینید چه بستگی ذات ها است. ذات های بهترین است. ذات نامپریال است. ذات دیگر ذات ها است. من ببینید این خاطر بادام های کلان که این در حقیقت این 40 کیلو گفتگیشون میبندد. این هر یک بادام شده است که این ببینید بادام سیب نیست که شما چیندنش قین باشد. همین تکش میزنه چرمز باری میریزد. برای اول بادام بلند شود اگر هیچ گپ نه بسیارتر میبندد. این چند ساله بادام باشد که 10 ساله بادام بهترین اگر انا ببینید منطقه ها هر یک منطقه به خودش خاص نهول می شود. رانی روانی میگن. همین بادام که در منطقه شما که شود همسایتون رو ببینید دیگرش رو ببینید درخت بادام که دارد و بسیار میبندد بادام کنید. بادام بهترین پولی کلان می شود. ما از باید با صادرات بادام علاقه رویم. پیستا بادام چهارمغز دونکدارو رو باید صادرات کنیم. هم دوران عزیز من ببینید اینجا هم زمین پرو پرتفته پوبل کردن چیز جوف کردن. هم دوران عزیز همین ریشه همین کنده علاقه همونجا رفتگی علاقه وای ریشه به این ریشه رسیدگی شما باور کنید برای در بیخش نپرتوید. بیخی کنده در پرو نپرتوید. کنده اینقدر غوص باشد 10 ساله باشد پرو علاقه 4 متر دورتر هم پرتوید علاقه ریشه رفتگی. ریشه ها انا همین نهاده کجا آمدگی انا همینجا آمدگی از من میبینم انا 5 متر علاقه ریشه رفتگی. من وایش هم قدر بولوش بسیار دارد که باور کنید من همینجا نزدیک میبیارم لیکن باور کنید هم بسیار دارد که خدا خواهد صاحب این برکت مییابد. هم دوران عزیز شما هم به این کار مشغول شوید. همین کم ترک اول شنونید آب تید غذا تید کلان شود بعد برکتش رو میگیرید. در پناه خدا باشد. خدا نگهدار هر یکی شما باشد. پدپیست کنید. البته پدپیست کنید. پدلیت کنید.